میدونین چرا تو آمریکا قیمت ها اینقدر پایینه و راحت میتونین تلویزیون، لپتاپ یا مواد خوراکی یا هر چیزی که میخواین رو راحت بخرین؟ 85 اینچ $798، 43 اینچ $198. حالا LG و سامسونگ و برندهای دیگه هم اونور هستش قیمت پایینه. دلیلش اینه که تو آمریکا بازار رقابتی هست و شرکت‌های مختلف دارن شدیداً با هم رقابت میکنن و پایین ترین قیمت، بهترین خدمات، بهترین سرویس رو دارن به مصرف کننده میدن. میدونین چرا تو ایران اینقدر قیمت ها بالاست، اینقدر خدمات ضعیفه، اینقدر اقتصاد خرابه؟ چون بازار رو آزاد نمیذارن، چون میخوان یه سریایی که وابسته هستن به دولت بتونن از یه سری سرویس ها استفاده کنن و بازار دست اونا باشه، بتونن با هر قیمتی که دوست دارن به مصرف کننده غالب کنن جنسشون رو. برای همین بازار رقابتی وجود نداره، چون رقیب ها رو دارن یا بهشون مجوز نمیدن یا یه جورایی نمیذارن کار بکنن. برای همین به نظر من بهترین راه تو ایران اینه که بازار آزاد بشه و شرکت های خارجی بتونن بیان تو ایران رقابت کنن و از اون طریق میتونه آزادی های اجتماعی سیاسی هم بیاد.